یک پادشاه در ترکیه بود، یک پادشاه کشورکشا نیم جزیره های بالکان همو ضبط کرده است. سلطان مرادی دو، سلطان شهیدش میگن، در جنگ بر ضد نصرانی ها و مشرک ها شهید شده است. سلطان در جنگ اشتراک میکرد. سبحان الله. نام مراد هم گرفتن یوروپا میلرزید از ترسی سلطان مراد. در بحر میانه زمین یگان کشتی اروپایی شنا نمیکرد، نه کشتی تجارتیش و نه کشتی حربی. این پادشاه نام داشت، آخه بقوت بود، بقوتترین دولت دنیا در زیر سیطره و حکمش بود در همون عصر زمان. در همون کوسوو به شهادت رسیده است، خدا رحمت و مغفرتش کند. اما یک عدل داشته است الهی توبه، خیلی عدل امروز در چشم مردم افسانه می نماید. علامه اقبال لاهوری خدا رحمتش کند قصه سلطان مراد کرده است در یک نظمش. بود معمار ز اقلیم خوجند، در فن تعمیر نام او بلند. یک معمار بدست، یک ساختمانچی از خوجند. ما مردم خوجند بسیار معمارای خوب دارن. اگر تاریخ ببینیم معمارای اسفره و استرافشن خوجند در جهان نام دارن، بسیار هنرمندای چیره دست هستند. یک معمار بدست بسیار تعمیرگر خوب، معمار خوب ساخت. آن صنعتگر فرهادزاد مسجد با حکم سلطان مراد. همین سلطان مراد همون معمار از سپارش میکند که یک مسجد بساز. خب معمار مسجد می سازد، خش نیامد شاه را تعمیر او، خشمگین گردید از تقصیر او. اما همون با سلیقه پوچو درست ناومد. هر کس با خودش یک سلیقه داره. بعضی چیزی هست که در چشم یک کس زیبا میتابد، یک کس دیگه نگاهش میکنه میگه ای تخنکه. حتی روسا میگن افکوسخ نسپاریت. واقعا سلیقه پوچو در وقتی که موافق ناومد، پوچو را غضبش کرد که تو اینقدر طلا و نقره را صرف کردی، یک چیزی تعبیدی نساختی. آتش سوزنده از چشمش چکید، دستی آن بیچاره با خنجر برید. از شدت خشم و غضب دیگه داشت کردن نتونست. پوچو ایوخی برو خنجر را زد، دستی معمار را قطع کرده، دست برید بیچاره را. جوی خون از ساید معمار رفت، پیش قاضی ناتوان و زار رفت. گفت ای پیغام حق گفتاری تو، حفظ آیین محمد کاری تو. معمار هم میدونست که در دولت اسلامی زندگی میکنم. بندی دستش قپید بست و گریه و فغان کنان پیش قاضی رفت. یک تصور کنه. قاضی را گفت یا قاضی، پیغام حق گفتاری تو است، ترا برای آن موندیان که موافقی حکم کتاب خدا قضاوت کنی بین مردم. سفتگوش سطوت شاهان نیم، قطع کن از روی قرآن دعویم. و من غلام این مردک نباشم. ما یک کارگر هستیم، این مردک ما را سپارش کرده، زکست داده است. این چی حق داره که دستی ما را قطع میکنه؟ میخواهم که از روی قرآن حکم ما را فیصله کنی. قاضی عادل بدندان خسته لب، کرد شهر را در حضور خود طلب. این غیرت قاضی را ببینه. از برای خدا میخونه امروز او باورت نمیشود. اما محمد اقبال لاهوری از اون کسای سفسطگو نیست، از افسانه‌گوها نیست. محمد اقبال شما میدونه کی است. قاضی میگه پادشاه را به دربار دعوت کرد، به قاضی خانه گفت که موافق حکم خدا و قرآن قاضی تره به دربار برای قضاوت به محکمه میخواند. رنگ شه از هیبت قرآن پرید، پیش قاضی چون خطاکاران رسید. وقتی نام قرآن گرفتن میگه رنگ از روی پادشاه پرید.
مثل یک آدم مجرم و گناهکار به گردن کج آمد. یک طرف بیچاره دعواگره، یک طرف شاهنشه گردونفره، هر دو در پیش قاضی ایستادیان برابر. یک نفر یک بیچاره دعواگر، یک نفر پادشاه عالم. گفت شه از کرده خجلت بردم، اعتذار از جور خود آوردم. گفت برادر میبخشی. حالی بعضی ها را دعواگراشو میگن که ما از این چیز طلب نداریم، همی گناه کرده است، یک بار بخشش بپرسه ما از گناهش میگذریم. اما این گردن کثافت امکان نمیده که او بخشش بپرسه برای گناه کردگیش. پادشاه را ببینه اومد عذرخواهی کرد که میبخشی برادر، همیشه ما خطا کردیم، خطا از ما گذشت، غضبم کرد خدمت داشته نتونستم، نستریدیم نبودم مساعده. گفت قاضی فی القصاص آمد حیات، زندگی گیرد از این آیت ثبات. عبد مؤمن کمتر از احرار نیست، خون شه رنگین تر از معمار نیست. قاضی را ببینه الله، خیلی قاضی ها داشت اسلام که اینقدر قوت داشته، در تمام دنیا سیطره اسلامی پهن شده بود. و امروز میخوانیم تاریخ از ذوق میکند از تاریخ گذشته همو، زیرا پادشاهای عادل نمیخیل قاضی ها را میموندن. تاریخ سلطان محمود غزنوی را برای تو کرده بودم باره. سلطان محمود یک سرلشکر داشت با نام نوشتگین، یا سرلشکری جوان ترک بسیار جسور و غیور. لوبیم چی که سلطان محمود غزنوی بود است، دوستش می داشت، هم نشینش بود. در روز شبانه میشینن کم در مثلث می نوشن، بعضا میشید است همی کارا. همون نوشتگین مست می شود از مثلث، گشنه بود است شاید. سلطان محمود میگه در همینجا خواب که خدا جانی ترا مست کنه که تو مستی، میره نبرو. که نمیگه خونم میرم، روز زنم رحیمه را نگه دارن اینجا چی خوب میکنم. در اسب سوار میآید در بین بازار که در دست محتسب میغلطه. محتسب پلیسیا، شحنه شبگرد، میبینن مستای ای بوله اسب میگه بکشینش. ای مردک میگن این آدمی کلان میتوه پگانوش کلان ای، میگه فرق نداره بکشینش. میفرورنش به دست خودش 80 درش میزنه، همین به غضبش میزنه که پشتای نوشتگین همه پاره میشوه، رنگ مرده وری به خولش هم میورنش دیگه تا به شکم خواه. روز دیگه سلطان محمود خبرگیریش میآید، میگه اوخی کثافت نگفتم تا اونجا خواب که نبرو. گفت اوخی بدبخت این مرا شناخت، با وجودی همون زده کم. گفت سازت کرد. پاک گفته قصاصی مرا نمیگیری ای؟ یه سبحان الله. گفت او ایرو شریعت کار کرده است، چخیر من ایو قصاص میگیرم؟ قسم به خدا اگر میشنیدم که از پیشش گذشته هیچی نگفته است به خاطر من قوری او را میکندم. الله اکبر. این قاضی را علم سلطان مراد خودش مونده است آخی. عدل ببینه و داده ببینه. سبحان الله. گفت آیه قرآن است ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب. قصاص مایه حیات شما است ای صاحب خیردا. اگر این قصاص نباشه بعضیا بسیار معقولی ها میکنن. چون مراد این آیه محکم شنید دست خود از آستین بیرون کشید. پادشاه جوانمر میگه دستش از آستینش کشید، گفت کتش کنه ببره این، گفت قصاص کنه. مدعی را داد خاموشی نماند، آیه بالعدل والاحسان خواند، گفت از بحر خدا بخشیدم، از برای مصطفی بخشیدمش. یافت نور بر سلیمان ظفر، سطوت آیین پیغمبر نگر. انا این آیین محمدی و آیین اسلام است. یک آدم عادی میگه بر پادشاه ظفر یافت در محاکمه سعودی که وقت دموکراسی نمیگفتن، این گپا نبود، اصلا کانستیتوسیون ها وجود نداشت. بعد حضرت علامه اقبال جنبست میکند پیش قرآن بنده و مولا یکیست، بوریا و مسند دیبا یکیست.
سبحان الله. عدل داد یهودی ها دیدن اسلام آوردن، مسلمان شدن بعضی هاش که آسمان ها و زمین ها به همه عدل قایم و استوار است. یا محمد صلی الله علیه و سلم چه بگیم که ما مسلمان شویم؟ و یک نفر یهودی ببینه اندک انصافکار که هست در تاریخ شبیه نوشته است، حقیقت حال بیان کرده است.